سلام دوستان. خب چرا که به شما گفتم من در تلفن نیز به شما میفهمونم چه خیلی یعنی добавить کنیم چه که من در اینجا آموزش زبان برای добавить کردم یعنی سخنش کردم من دلیلش میکنم و به شما میفهمونم که چگونه این را شما نیز میکنید. خب درون یوتیوب میدارید همون درون ویدیویی که من باید سیلکه برنامه رو به شما گذارم. خب وقتی که شما درون برنامه در آمدید و در اینجا در زیر ویدیو شما شاید یه شو باشه اگر ابلای نکرده باشه یوتیوب خود را و من دیرتر نیز در زیر کامنتر میگذارم شما نیز از آن میتوانید در مثلا کامنتر میگذارید در اینجا من ذکر پیتش میکنم. خب در اینجا سیلکه برنامه در میجق دوستان وقتی که سیلکه برنامه در جقنش شما در براوزر روی میکنم دوستان. خب من براوزر خروم قطعی شما باید براوزر خروم داشته باشه دوستان برای استفاده کردن مثلا با مانندی همچون добавить کردنش. خب وقتی که شما در گوگل خروم این رو گشوده کردید شما میتوانید همین چرا ادرس سیلکش مثلا کپی رایت کنید اگر براوزر هم اگر باشه در گوگل خروم ده یعنی مانندش دوستان و مثلا وقتی که شدید در گوگل خروم خب دوستان بیاید برنامه در تلفن من این خیلی نمایش میده در شما شاید هم خیلی باشه و درونی برنامه داریم. خب همین خیلی که گفتیم دوستان در اینجا انگلیسی هست مشق‌های روسی مشق‌های انگلیسی ویدیوها مثلا مشق‌های روسی دوستان می‌داریم. خب انتخاب میکنیم 10 تا مشق 20 تا مشق آخر مثلا کار میکنید چرا شما با کمک نمیکنید почему вы ему не помогаете درست. خب همین خیلی دوستان کار میکنیم گفتیم یا که اگر نفر از نو میکنیم یا اینکه ایران میجقیم صفحه اصلی میریم. خب در اینجا چرا دوستان ما در اینستاگرام دا ابونه شوید در اینستاگرام ما اینستاگرام میجقه در اون اینستاگرام میرین در سایه خوب است اینجا نیست. خب اکنون چقدر добавить میکنیم دوستان گفتیم. خب دوستان در گوگل خروم شما در اینجا سه نقطه دوستان زیر میکنید سه نقطه و در اینجا میآوید از من زبان انگلیسی دست دوستان در اینجا شما نویسید که در اینجا نوشتگی است در لیستی همین چیزها добавить в главный экран добавить на главный экран خیلی نوشتگی است add to home screen در نوشتگی اگر زبان انگلیسی باشد همین خیلی add to home screen یا اینکه زبان روسی قد باشد добавить в главный экран همین دوستان میجقید و نامش هم میگذارید خطان دوستان هر چی نامی باشه مثلا آموزشی زبان ها دوستان من گذاشته باشه و میجقیم добавить تمام دیگر وقتی که میکشین در اینجا چی آموزشی زبان ها اینا دوستان چه که من добавить کردم وقتی میجقه راست چی درونی برنامه میروه دیگه فرق نداره وقتی که شما دیگه چرز گوگل خروم یا چرز یوتیوب نمیدارید تمام مثلا از درونی تلفن اختام میتوانید درآید یا اینکه مثال مشق زبان روسی اگر بخواید همین خیلی سه نقطه رو میجقید و добавить в главный экран میکنید دوستان و در اینجا می‌نویسیم مثلا مشق روسی اگر انگلیسی باشه مشق انگلیسی همین خیلی چی در اینجا مشق روسی میجقیم در بالاش راست درونی چی برنامه براتون. خب دوستان این بود ویدیو ما. من خواستم که این ویدیو را یعنی این برنامه را دوستان پوبلیش کنم که وقتی شما در اینترنت هم نویسید به سیلکه برارد خب کمی پول لازم بود برای هم شرایط نبود حتما شرایط کشید با شما این برنامه را پوبلیش کرده چی با استفاده قرار میدهیم. خب دوستان تا درس‌های دیگر موفق سربلند باشه از برنامه خوب استفاده کنید کمک میکنند.